مهاجر تاجیک کیست؟ همان است دعای بابا و ببی پدر و مادر را میگیرد و توشه سفر خود را پشت سر میکند و به کشور روسیه، دولت‌های اروپا، کشور امریکا رهسپار می شود. یکی باشد برای تحصیل کردن می رود، دیگری برای یافتن رزق روزی فرزندانش و سومین به نیت دیگر. تاجیک مردکار، تاجیک تاجیر، تاجیک هنرمند، تاجیک شاعر، تاجیک خودشناس، تاجیک میراثبری فرهنگ نیاگانمان. تاجیک در همه مسئله زود به موافقت نائل می گردد، هم از نگاه علم، هم از نگاه تجارت. فرزند تاجیک دور از پدر و مادر با اندوه زیاد، دور از عائله با یاد جگربندان. تاجیک دور از وطن و با یاد وطن. تاجیک خودشناس و باربردار گرانبهای میراث نیاگانمان هستند. در این مورد نویسنده رحیم مسلمانیان میگوید مهاجر با خود چی دارد؟ اندک آب و نان، بیشتر زر گوهر یا پول. نان و آب را هر روز 3 بار نو میکنند، پوشاک را در هفته و ماه ها، اما چیزهای گرانبها همیشه با اوست. یعنی مردم از زمان به زمان دیگر تنها آثار گرانبهای فرهنگی را با خود میبرند و چیزهای کم ارزش را دور می اندازد. اشاره نویسنده به مورد است، زیرا گذشتگانمان به مثل ابوعلی ابن سینا و کمال خوجندی، ابوالقاسم فردوسی و دیگر بزرگان ملت فارس و تاجیک زیاد مهاجر بودند، اما میهن و میراث با ارزش را در کجای نباشد هم حفظ و معرفی می نمودند. امروز تاجیک را در تمام جهان من همین گونه می بینم، نابسته چی کار میکند و با چی کار مشغول است، اما تاجیک بودن خود را فراموش نمی کند و حتی اگر با ما هم براید. شاعر بزرگوار لایق شیرلی میگوید چون ما فرزند کوههای بلندیم، به ما پستی نمیزیبد برادر. گرچند امروز ما اختراع بزرگ در عین زمان انجام نداده ایم، اما سرچشمه اختراع جهان را تاجیک شروع کرده است. چه رشته ستاره شناسی، طب، هندسه، ریاضی و دیگر رشته های این. تماشابینان گرامی، در کجای نباشد هم صحت و سلامت باشیم.